داشت و اون دستور سفارش هایی که شد این هم پیش از همه باید ما مردم باوری قوی داشته باشیم که مردم به تهلکه انداخته نشوند و به ترس و هراس گرفتار نشوند. چخیلی که امروز ها من معین شده ایستاده است که چنین بلند شدن نرخ در بازارها به نظر رسیده ایستاده است که مردم خودشان به تهلکه می اندازند که حالا که این بیماری در ما وجود ندارد و برای سبب اساسی این بلند شدن نرخ‌ها آنها گویا که میگویند که من نرخ‌های اوزقواری سبب بلند شدنش است، لیکن امروز دولت هست، حکومت هست، یگان کس گوشه نمیماند. ما فقط سعی کوشش تلاش کنیم که همین بیماری پیشگیری کرده شود و برای بهر پیشگیری کردن این بیماری باید هر یک شخص خودش کاربری کند و این مسئله های بود که در مجلس مشورتی در جلسه شورای جمهوری نیز گفته قید کرده گذاشته شد و دیگر مسئله در مجلس مشورتی نزد ستاد ولایتی برگزار گردید. این پیشگیری در مکتب ها، ساحه های کودکستان ها باید دقت و اعتبار جدی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ساختارها روانه کرده شده است که ما پیش از همه حالت های پیشگیری کننده آن را براه مانده به مردم کارهای فهماندهی پیش از همه برده شود که به تهلکه، به واهمه، به ترس و هراس داده نشوند. پشتامرو در حیات ما بارها اثبات شده است، عموما در تاریخ اثبات شده است که بعضی نفرانی هستند که از حوادث عالم، از واقعهایی که توجه جامعه را به خود جلب میکند به منفیت خود کار میکنند. اینها را به اصطلاح منفیت جویان، هنگام جویان میگویند. من پنجشنبه عموما پیدایش بیماری کروناویروس هم امروز بار دیگر این نکته را ثابت نمود. من خیلی که متخصص ساحه طب گفتن امروز در جمهوری ما نفری که به بیماری کروناویروس گرفتار شده باشد به خود گرفته نشده است. لیکن خود امروز ما و شما پیش از آغاز این صحبت آگاه هستیم که در بعضی مناطق مردم به تهلکه افتاده، از آوازه های بی اساس به تهلکه افتاده مردم بیشتر مواد آذوقه ذخیره میکنند، مثلا آرد و دیگر خوردنی ها را، یا خود در دکان های دارو فروشی مواد هایی که برای پیشگیری از پنجشنبه عموما بیماری های گوناگون است، به اصطلاح اون مواد هایی که اینجا شما گفتید قیمت شدند. اندیشه شما اویدی مثلا آیا این از روی شریعت است؟ البته انسان وقتی که یک چی رو میشنود باید اول حقیقتی آن را داند. خصوصا مردمی عامه، یعنی تمام مردم به یک چیز فهماندن بسیار کاری مشکل است. یک نفر گوید که ای من بیماری مثلا فلان جا بوده است اکنون قیمتی میشده است گوید، مردم همه باور میکنند. بله. همین پگاهی هم محترم رئیس ولایت رجب احمدزاده گفتند که هیچ کس باید تهلکه و نیفتد. هزارها تن گفتند گندم با راه آهن آمده ایستاده است. هزارها تن گندم و آرد ذخیره شده است. حتی پیش از همین وای یک شبکه اینترنتی من نگاه کردم، یک تشکیلات، یک مؤسسه میگوید که ما به همین قدر آرد هست که 2 سال به میرسد به مردم. 2 سال تا 3 سال. لیکن شبی گذشته نرخ بلند شدگی نه، همان نرخ قطعی مثلا در بازار پنجشنبه آرد رفته مردم خریدیان. یک نفر میگوید که یک نفر رفته 20 خلطه آرد خریده است. آخر 20 خلطه آرد و چند وقت میخورد؟ این آرد نمیستد. همین پگاهی هم محترم رئیس ولایت بیان کردن که آخر وای آرد 1 ماه میرود، 2 ماه میرود، وای میته میکند، وای تلخ میشود، وای 20 خلطه آرد گرفته میماند، فردا گرم میشود، وای آرد اسراف میشود. از نگاه شریعت از همه گناه بعد این اسراف کاری است. یا روغن به
مثلا همین قدر ما زوادهای روغن داریم، روغن براری داریم، یا از خارج کشور این زمانهای قدیم که گرسنگی میشود گفته این گپ بود و این زمانها گذشت. چون که زمانهای قدیم نه پویزد بود و نه مثلا رفت و آمدهایی بود و مثلا حاضر اهل تجارت ما حاضر ما همین خیلی جوانهای داریم که یک روز به از مثلا قزاقستان است، از روسیه است، هزارها تن گندم را وارد میکنند. هیچ وقت انشاءالله در دیار ما گرسنگی نمیشود. دومش اون که ممکن بعضی انسان ها هستند ارد گرفته میمانند. از همه گناهی بدترین در شریعت احتکار است. پیغمبر خدا میگن که لعنت خدا باشد به آن انسانی که احتکار میکند. معنای احتکار چی است؟ گندم میخرد یا روغن میخرد یا ارد میخرد، همه را جمع کرده پولی بسیار دارد خریده میماند، میگه که فردا من این قیمت شوند میفروشم. مثلا در شریعت اگر باید ماشین خرد برای فروختن مانگی نمیکند، یا گلیم خرد یا خانه خرد، چون به ماشین هم زندگانی کردن ممکن است، به گلیم هم زندگانی کردن ممکن است، مثلا به خانه دبدبه سه قوته زندگانی کردن ممکن است، لیکن به ارد و به گندم به روغن زندگانی کردن نمیشه. برای همان در شریعت مثلا جمع کرده رفته بازار همش خریده گرفته قیمت شود. این خیلی آدمان هستن که همین چیز رو استفاده میبرن. یک نفر گفتن که آمده است یک سه کم از ارد خرید است. خیلی این خیلی نیست، این مردم به زیان است. یکمش اون که وای ارد میخرد، اگر فردا ارد مثلا تلخ شود با مردم همون چیز یک کار کرده میفروشد، فریب کرده میفروشد، یعنی لعنت خدا به گرفتار میشود. دومش اون که باید ما این چیز رو به مردم فهمونیم، واهمه نشود. مردم باید خاطر جمع باشن که در تاجیکستان همین ویروس نیست، یکمش کسری پیدا نشده است. دومش اون که مردم تاجیکستان هیچ وقت انشاءالله و این واهمه ها فرامده گرسنه نمیماند، زیرا ما آب داریم، زمین داریم. من بهار آمده استاده است، میوه ها میپزدن انشاءالله فردا. من اولی بهار است، باید این چیزا مثلا واهمه کرده همه چیز خریده نمانند. سومش اون که باید ما خادمان دین به مردم فهمانند که مثلا چی به مردم ما امروز ضرور است، یعنی پیشگیری همین بیماری از همه چیزی مهم برای مردم ما است. خصوصا کسانی که همین بیماری رو میگویند و مثلا از وظیفه تلویزیون، رادیو، این چیزها به مردم فهمانیدن است که یعنی مردم تلویزیون رو نگاه میکند. اگر در تلویزیون یک متخصص برآمده گوید که در حقیقت من همین چیز در تاجیکستان نیست، هزاران آدم دلش پر می شود، خاطرش جمع می شود که در تاجیکستان ما این چیز نبود است. الحمدلله خیلی ما خادمان دین البته امید داریم که وطن ما تحت راهبری پیشوای ملت البته آباد است، همه قدر پیشروی ها هست، این چیزها گذشته می رود. یک نفر دیگر گفتن که ما با گرمانیا گفتن زنگ زدیم، در اونجا هست، لیکن مردم پروا نمیکنن که خیر میگن مثلا فقط همین ویروسی نوقتی به آدم میمرد، دیگر چیز قطعا میمردنش ممکن است، لیکن فقط همین واهمه کرده مردم ترساندن در کار نیست. خب رستم روزبویچ، البته ما میدونیم که امروز توجهی ساحه تندرستی سراسر عالم به همین مسئله روانه شده است. پس شما میگفتید که آیا امروز برای تبابت این بیماری از جانب بهترین متخصصان ساحه تندرستی عالم دوا پیدا شده است یا نه؟ اویدی این بیماری کروناویروسی، این خودی روش این بیماری خودی بیماری زکام برین، زکام یا زکام پرنده یا زکام خوک روشش همین برین. این بسیارتر بیمار شوی وابسته از مسئولیت آدم می باشد. چه مقدار اگر مسئولیت آدم پس باشد، ایمونیتت این بیماری با شدیدتر گذشتنش لازم ممکن می باشد. از این لحاظ اگر مسئولیت بلند باشد، اگر این مثلا حالتی سبکی گذشتنش می گذرد. خیلی که به همگان معلوم است در دولت های چین، کره جنوبی
و اون بیماری به خود گرفته شده بعدی به خود گرفته شدن به پورگی تباوت گرفته صحت یافته ایستادند. اوجداملو میخواستیم صحبت رو با چند نکته دیگر جمع بس کنید. البته هدف از این برنامه من فکر میکنم که حقیقت حال رو بیان کردن است. زیرا مراجعت نامه شورای علما و مردم البته هم موافق شریعت هم موافق امروزه طلبات دور و زمانی که برای سالم گردانیدن و احتیاط کردن مردم از این بیماری است. دومش آن که باید هر یک تاجیکستانی شکر کند که در تاجیکستان این چیز وجود ندارد، این بیماری وجود ندارد. سومش هیچ کس باید واهمه و نیفتد. کسانی که در بازار کار میکنند باید یک نرخ و نوا و نگاه کنند، یک با انصاف کار کنند. یک نفر بیاید و مثلا من همین چیز رو میخرم قیمتتر شما فروشید گوید که برادر این انصاف نیست. باید آدم انصاف و توفیق داشته باشد، همان مال پولش من برکه می شود. لیکن مردم با اگر مشکلی آرد یا که چنانه که گفتیم احتکار کند و همان چیز خریده استاد مردم به ضررش رسد و پولی و هیچ وقت نصیب نمی کند. خصوصا مولاتای جان من این گندم ارد این یک چیزی که مردم باید هیچ وقت درباره این واهمه نیفتد. این مردم باید ما فهمونیم، مردم هم باید فکر کنن که همین تاجیکستان ما اولا خودش رو انشاءالله تامین میکند. تامین کرده نشود از خارج کشور می آید. یعنی مردم باید با یک دل پارانه زندگانی کند و یک دل یک دیگر رو برداریم، با یک دیگر مناسبت خوب داشته باشیم. خصوصا مردم باید خاطر جمع باشد. خاطر جمع نبودن این مردم رو به واهمه می آورد. دومشون که